حالا داداش بیا بریم خونه، فعلا که بابا خونه نیست، اگرم اومد دیگه کاریت نداره. نه آبجی، دیگه جای من تو این خونه نیست. چرا باید هر بار بابا به خاطر رفیقام یا دیر اومدنم کتک بخورم؟ مگه من چی از بچهای دیگه کم دارم؟ اونا همیشه وسط اشغالن و من یه بیرونم نمیتونم باشم. داداش اولا مامان بابا حق دارن هرچی به ما بگن، چون با بچه هاشونیم و بعدمون رو نمیخوان. دوما تو مگه چند سالته که بخوای تا دیر وقت بیرون باشی؟ اونا نگرانتن، اول به خاطر سن کمت که خدای نکرده اتفاقی برات نیفته. دوما این نگرانی‌ها واسه یه پدر مادر طبیعیه. من با اینکه سنم حتی کمتره بهتر درکشون کنم و حرفاشون رو گوش میدم، چون میدونم جز خانواده کسی دلسوز من نیست، نه رفیق نه آشنا نه غریبه. میدونم آبجی، حق داری. من خیلی غرق شده بودم تو رفیق بازی و ولگردی. حرفای امروزت هم منو تکون داد. مرسی که بیدارم کرد.